خب بچه‌ها این تفنگی که ما قراره باش تیر بزنیم، بعد این یه تفنگ بادیه، یعنی با گاز تیر رو شلیک میکنه. خب اینو احتمالاً داخل بعضی فیلم هایی که در یوتیوبر را منتشر کردن احتمالاً دیده باشید. خب اینم تیراشه. خب بچه تیراش زیادم کشنده نیستن، فقط واسه زخمی کردن یا دور کردن حیوانات یا حیوانات کلا حیواناتی که ما بهشون میزنیم. خب ناکنید اینا تیراشه، یعنی ناکنید سرشون تخته، میبینید، یعنی کشنده نیستن. پس بریم واسه ادامه ویدیو. خب بچه‌ها حالا میخوایم بریم چیکار کنیم؟ تیر رو داخل اون گلدونه بزنیم بچه‌ها، داخل اون گلدونه که اونجا میبینید. خب اینجا. خب بچه‌ها اون چوبایی هم که گذاشتم داخلش بهش کلی تیر خورده. ما تمرین کردیم که من دستم روونتر بشه، اینا اثرات کل تیراست. بعد من اون چوبا رو به خاطر اینجا گذاشتم که اگر به یه جای دیگه ای بخوره بدونیم به کجا میخوره. خب الان ما میریم تفنگ رو برمی‌داریم. اول از همه نحوه مسلح کردنش، اینجا یه ماسکی داره که شما این رو اینجا این کفش رو باید بذارید روی زانو، این رو بگیرید فشار بدید، این کج میشه. بعد از بالاترین نقطه شما اینو میگیرید میکشید، ولی اگر یه دفعه دستتون به این بخوره، این یه دفعه میاد بالا میخوره تو سرتون. خب حالا ما بریم تیراشو بذاریم. خب تیرا از اینجا به این صورت قرار میگیرن. خب بریم که من میاریدش بالا، الان مسلحه. خب حالا ببین الان من گلدونو زدم، چقدر خوب بود. خب بچه نگاه کنید، من الان اینجا اینو زدم، این بالایی. خب یعنی اون قبلیه مال یه جدی است. خب نگاه کنید اینا همه جای تیرهایی که من و فامیلامون اومده بودیم اینجا تمرین کردیم. نگاه کنید اینا همه جای ایناست. خب متوجه هستین؟ خب پس بریم ادامه ویدیو. خب فقط بچه‌ها یه چیزی در مورد شکارچی‌ها که به خاطر اینکه میخوان یه دفعه شکارشون در نره، مثلا یکی میخواست خرگوشی رو بزنه، این یه دفعه در میره، بعدش اگر سلاحش این باشه برای اینکه در نره، بچه‌ها این تیرا از سرب ساخته شدن و اینا رو میذارن تو دهنشون، اینجا میذارن، بعد چند تایی میذارن یه دفعه در میارن که خب بریم. الان من میخوام دوباره گلدون رو بزنم، دیدی که اولین بارم گلدون رو زدم. خب الان تیر رو ما مسلح میکنیم. وقتی دست بیام. خب بچه‌ها نگاه کنید، ما الان اون هدفمون افتاد، من رفتم درستش کردم. حالا آقایشون برو بیایی بر